خب صحبت میکنیم. اگر خواهید بیرون برایم، یعنی به یکان جایی رویم که خود را خوب حس کنید. میلش در کار نیست، همینجا خوب است. پیشتر بیا خواهر جان. اینجا است پسرم؟ با کجا؟ از اول همش دروغ بود. چی؟ با اویلا دارشوی راضی شدنتان. جواب دهید به من. از مادرم جدا می شوید، این را می دونیم. اصلا این جدا شوی برای بهبودی شماست، یعنی برای آرامی حیات این بده شما هرچی از دست نماید میکنه. به این کاملا باور کنید. شما کاملا باور کنید. ما به همین هم میخواهیم شما جدا شوید. از آن که در یک خانه باشید و مدام جنجال کنید، با فکر ما بهترش در خانه الهیده باشید و آرام و آسوده زندگی کنید. همین خیلی نه خواهر جان؟ از شما سخت رنجیده باشم هم، ولی شما پدری ما هستید، یعنی شما را دوست می‌داریم. من هم شما را بسیار دوست می‌دارم و این مسئله را پشت سر می‌کنیم. می‌بینید مادرم در حیاتم از همه عزیزترین شخص، گنجی نایابم، به چشمانم راست نگاه کرده دروغ گفته است. وجدانش عذاب نداده است. وای وای. پسرم گوش کن. من اگر این خانه دارشوی را قبول میکردم، من دیگر من نبودم. حیاتی که دوام اینقدر سال بنیاد کردم با یک امضا برباد میرفت. به جای این مرا برباد دادن برایتان بهتر بوده؟ تو آخر نه. چطور وجدانتان گذاشت که به من دروغ گفته به جراحی راضی کنانید مادر؟ شما را بخشیدن برای ما آسان نخواهد بود پدر. نمیدانم، شاید هرگز بخشیده نتوانیم، ولی ما میخواهیم کوشش کنیم تا شما را ببخشیم و برای این تنها یک شرط داریم. چیست؟ به این سمکه خوب نگاه کنید مادر. این سمکه را میگیرم، از همین در برآمده میروم و دیگر هیچ یک نیرو مرا بازگردانده نمیتواند. فهمیدید؟ برای همین به این سمکه خوب نگاه کنید. به این سمکه خوب نگاه کنید مادر. دوام اینقدر سال ما را فریب کردید بس است. ما دیگر صبر و طاقت نداریم. من میخواهم که شما را همچون پدرم ببینم. این دخترک هم میخواهد که شما را همچون پدرش ببیند. و از شما تنها یک خواهش داریم. پدر با آن زن آیله‌دار نشوید. ما فرزندان آن زن را قبول کرده نمیتوانیم. اگر با او خانه‌دار شوید ما را فراموش کنید پدر. مرا هم چیچک را هم دیگر اصلا نمیبینید. خواهش ما تنها همین است. یا فرزندانتان یا آنها. با کمال آیله‌دار نشوید، برآمده میروم و دیگر اصلا رویم را نمیبینید. فهمیدید؟ یا غرورتون یا پسرتون، انتخاب کنید. چی اکنون نوبت به من رسید؟ نوبت به تهدید کردن مادرت رسید. آخر شما به من دروغ گفتید. با کدام وجدانتون شما به من دروغ گفتید؟ باز با کمال لعنت زبان یک کرده اید. به خاطر پسری او از من دست کشیدن اینقدر آسان بود؟ خاطر بس تو یک لحظه است. آخر وقتی که در شکمتان دو کودک بود و شما را ترک کرده رفت، برای نجات دادن اویله و شرکتش رفت با آن زن آیله‌دار شد. سالها نه زنگ زد نه خبرگیری آمد. این چگونه فهمیش؟
این چگونه منطق؟ من نمیفهمم. این چگونه کوری؟ شما آیده گفته هایمان فکر کنید. ما تا یفتن خانه نو در خانه بی بیمان نیستیم. بسیار خواهش کردم. همش همین است. چیچک به خانه بی بیتان رفتن شرط نیست. می توانید در اینجا استید. اگر لازم آید من خود می روم. پدر، نه من و چیچک و نه مادرم خواهش اینجا استقامت کردن رو نداریم. در این خانه استقامت کردن برای ما عذاب است. اگر در اینجا ایستادن ما رو میخواستید از مادرم جدا نمیشدید. او برای بخشیدن شما برای همه چیز تیار است. التماس چیچک جان. دروغ است که مردی که فرزندانش را دوست می‌دارد از زنش جدا شدن میخواهد. مادرتون همین طور گفت؟ شما را دوست نمی‌دارد گفت؟ چی دروغ است پدر؟ چیچک دختری زیبایم، دختری یکتایی من. کسی که دوست نداشتنم را گفته باشد دروغ گفته است. آیا این طور می شود؟ شما فرزندانی من هستید. آیا این طور می شود؟ دخترم؟ بین من و مادرتان چی کاری شود نشود شما فرزندانی من هستید. شما هستی من می باشید. با یک قرار بیاید پدر. یا ما را از بالای زهرق به بحر می پرتوید یا این که از دستانمون گرفته نجات بدهید. انتخاب کنید. بیا. من بودم. فهمیدی؟ پدرت رو من ترک کردم. برای با من آیله دار شدن زهره و تبلا کردم و من قبول نکردم. اگر یگان گناهگار رو جستجو کردن خواهی آن گناهگار منم. سببی به پدر به وای رسیدن شما منم. شما تا حال به من دروغ میگویید. تا حال ذره وجدانتون عذاب نمیدید. به من دروغ میگویید. من دروغ نمیگویم. این حقیقت است. خوب استید. التماس میکنم این حادثه ها رو فراموش نکنید. در قرارتون جدی باشید. مایلش. التماس. چیچک بیا رفتیم. بیا. برای از من قصد گرفتن فرزندانمون را استفاده نکن. آخر مرد نو از جراحی برآمد. چیچک باشد 16 ساله است. از خانه رفتن چی معنی دارد؟ خواستم ببینم وقتی که از من جدا شوی چی ها رو از دست میدهی. کودک ها ما را نمیشنوند. نقش آن مادری را بازی نکن که گویا جدا شدن نمیخواهد. اینها تو را نمیشناسند اما من تو را نغز میشناسم. تو خواستی که پسرم را بکشی و حالا فرزندانم را بر ضد من تیار کرده ایستاده ای. با تو گفته بودم که این جدا شوی یک وزنی دارد کمال. به خاطر ضرر ندیدن فرزندانمان خاموش هستم، اما این را ضعیفی من ندان. مادر زودتر باشد. می آیم پسرم. بچه ها را از من جدا کرده نمیتوانی. به این هیچگاه موفق نمیشوی. تشکری زیاد به تو آمینه. خودتون رو احتیاط کنید.